من خودم الان 7 سال و 4 ماهی که اینجا هستم. اون موقع که اومدم پیشنهاد خودم بود به پسرم، به امیر پسرم گفتم منو بیاری اینجا و اینکه ما اینجا. امیر بیا من از اینجا ببر، تو رو خدا بیا من از اینجا ببر. قول میدم، به خدا قول میدم هرچی تو پدر جون بگی گوش کن. خسته شدم دیگه. 5 ساله حتی نیومدی یه سری به من بزنی. همین عکس دارم ازش. نمیگم اینجا خوب نیست، خوبه، ولی لااقل میدیدمش. امیرم به خدا نمیخوام مزاحمت درست کنم و تو دستمالشون باشم، ولی یه تلفن که میتونه بزنه. چقدر کار داره مگه؟ همین سالی یه بار